بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى پرسانیم که همین عمل ما را خالص برای خودش قبول کرده باشد. از سلسله های درس های عقیده امروز توحید را میگذاریم. توحید این اعتقاد کردن به یگانگی خداوند در ربوبیت و در الوهیت و در نامها و صفاتش است. برادران و خواهران، توحید سه تقسیم می شود: توحید ربوبیت، دویمش توحید الوهیت، سومش توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت گفته این را میگویند که خداوند را در همه کارهایش یک و یگانه دانستن، یعنی هر یک مخلوقات آفرینش این الله است. تدبیر و اداره تمام دنیا در دست اوست. باید ما همین خیلی اعتقاد کنیم. این است توحید ربوبیت. توحید ربوبیت به الله سبحانه و در قرآن خبر داده میگوید الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا به پروردگار عالمیان است. این نوع توحید را، توحید یعنی ربوبیت را، حتی کافرهای مکه اقرار میکردند، زیرا از آنها سؤال میشد که این زمین و آسمان را کی خلق کرد؟ آنها میگفتند الله سبحانه و تعالی. خداوند در قرآن خبر داده سخن اینها را میگوید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این بود یکمین قسم توحید. دومین قسم توحید این الوهیت است که تمام عملهای شرعی را فقط برای خداوند انجام بدهیم، مانند عمل نماز، روزه، زکات، امید کردن و توکل کردن. همین عبادت می شود و همه این عبادت را خالص برای خداوند کردن در کار. خداوند در قرآن خبر داده میگوید وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یعنی بگو ای محمد به پروردگارتان دعا کنید و پروردگار شما قبول میکند. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ ابن جبل را به یمن فرستادن برای دعوت، گفتند که فلیکن اول ما تدعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله. ای معاذ، اولین کاری که تو باید با آنها بکنی دعوت بکن به گفتن لا اله الا الله، یعنی دعوت بکن آنها را به دین اسلام تا که به دین اسلام داخل شوند. باید ما هر یکی ما باید تمام عبادتمان را خالص برای خداوند کنیم. این از توحید و الوهیت. اما سومین قسم توحید اسما و صفات است که با تمام نامها و صفتهای خداوند ما ایمان بیاریم. نامهای خداوند بسیار است، نه اینکه 99، زیرا حدیث دلالت به آن میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی ای الله بعض نامهای تو در نزد خودت است که من آن را نمیدونم. گفته دعا میکنن. نامهای خداوند مانند رحمان، رحیم، عزیز، حکیم، غنی، خیلی نامهای خداوند سبحانه و تعالی زیاد است. باید ما وقتی که دعا میکنیم با این نامهای خداوند استفاده بریم، مانند غفور گویم گناه ما را ببخش. غفور یعنی غفار. یا که رحیم، ای پروردگار ما را رحم بکن، گفته با نامهای خداوند، زیرا خداوند در قرآن میگوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی خداوند نامهاش هست، با نامهایش دعا بکنید. ما باید این سه قسم توحید را در خودمان باید پیدا کنیم و وقتی که عبادت میکرده شویم از روی این سه قسم باید عبادت. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.